شاید داستان 5 تا قورباغه که داخل قابلمه انداخته بودنشون برای پختن شنیده باشید. این 5 تا قورباغه خودشون در حال مرگ می‌دیدن و تصمیم گرفتن از داخل قابلمه خودشون بندازن بیرون و خودشون نجات بدن. به نظرتون چند تا قورباغه داخل قابلمه میمونه؟ باید بگم که برای تصمیم گیری هامون اقدامات لازم هست. برای تمام تصمیم گیری هامون باید یک گام بزرگ و اساسی داشته باشیم و اون شروع و اجرای اون تصمیم هست. اقدام برای فعالیت ما لزوما نباید پرفکت باشه، نباید شرایط پرفکتی رو ما دنبال بکنیم. مثلا همین کاغذ و قلمی که ما داریم اینجا پرفکت نیستن، ولی برای اقدام و شروع ما کافی هستند. ما اگر میخوایم مسئله‌ای رو و یا تصمیمی رو اقدام بکنیم برای شروعش، باید اون رو تیکه تیکه بکنیم و بتونیم اون رو حلش بکنیم تو مسئله ساده تر اتفاق بیفته و برای ما قابل اجراتر باشه. اگر که ما شروع میکنیم یک فعالیتی رو، چه در زمینه هنر، چه در زمینه ورزش، چه یادگیری، چه حالا زبان انگلیسی باشه، زبانهای خارجی دیگه باشه، یا یک مهارتی رو شروع میکنیم برای انجامش، نباید پرفکت باشیم، نباید در سن خاصی باشیم. یادمون باشه که هیچ وقت دیر نیست. برای شروع نباید پرفکت بود. این حساسیت ها رو کنار بگذاریم و شروع کنیم برای اجرا. من سهیلا بیرنگ هستم. میخوام که تجربیات زندگی شخصی خودم رو با شما به اشتراک بگذارم و از شما یاد بگیرم. لطفا منو همراهی کنید. ممنونم.